قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعمار عند رحيلنا فكأنها ومض من اللحظات يا رب إنك الله عليه وسلم حديثك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. هر کسی که چهار نعمتی هست که به هر کسی که چهار نعمت الله ذوالجلال عطا کند خیر دنیا و آخرت بر او عطا کرده. یعنی هم خیر دنیا و هم خیر آخرت. چهار عمل هست که همین چهار عمل پیامبر گفت در هر کسی که باشد خیر دنیا و آخرت درست. اول چیزی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن گفتن لسان ذاکر. عمل اول شخصی را که زبان ذکر گوینده داشته باشد، زبانی که به ذکر خدا دائما عادت کرده باشد، زبانی که دائما به سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله که در باب ذکر در اکثر همه کتاب ها وجود دارد. صفت ذکر پیامبر صلی الله علیه و سلم کردگی است و آیه های قرآن هم خیلی هم در باب ذکر زیاد است که و ذکر عدد معینی ندارد. الله ذوالجلال در آیه کریمه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که شما ایمان آورده اید به یگانگی الله ذکر کنید ذکری بسیار. یعنی بسیار الله ذوالجلال نگفت 10 بار 100 بار 500 بار یا میلیون بار نگفت، بلکه بسیار. و خیر دنیا و آخرت نصیب کسی هست که دائم زبانش به ذکر چی باشد آموخته شده باشد، زبانش به ذکر عادت کرده باشد. اگر زبان به ذکر عادت داشته باشد حتی در همون وقت مردن هم انشاءالله که همون شخصیتی که دائم ذکر میکند به ذکر از دنیا میرود. حضرت مولایی میگفت و هر حرفی کند عادت زبانت به وقت مرگ روید در دهانت. با کدام لفظ با کدام چیزی که زبانت عادت کرده است در وقت مردن همون کلمه را گفته. انسانی هست که در مردنش حقارت کرده مردگی است. انسانی هست که در یک کسب و کار عادت کرده است همون را تکرار کرده مردگی است. و هر حرفی کند عادت زبانت به وقت مرگ روید در دهانت. یعنی اول چیزی که رسول اکرم خیر دنیا آخرت گفت کسی که زبانش به ذکر دائم عادت داشته باشه. البته به ذکر نسبتی سالهای پیش خیلی ذکر کم شده است. از زمانی که بوی بعضی دانا برآمدن تسبیح بدعت برآوردن نادرست برآوردن دیگه مردم تسبیح هم پرت و ذکر هم بست. همین تسبیح خودش یک خاصیتی داره که همین دست در زده حتما همین ذکر به خاطر میزنه. همین که نباشه بوهش پریشان میشه و هر طرف رفتن میگیره فکر. خب این چی است که خیر دنیا و آخرت است. و ذکر برادرای عزیز برای این یگان شرط یگان محدودیتی ندارد. برای نماز طهارت شرط است. اگر طهارت نباشه نماز درست نمیشه. برای نماز ستر عورت شرط است. ستر عورت نباشه نماز درست نمیشه. برای نماز از قبله شرط است. اما برای ذکر یگان محدودیت ندارد. طهارت داری نداری ذکر کنی میشود. رو به قبله هستی نیستی ذکر کنی میشود. نشسته ای کش پهلو هستی ره گشتی سی کار کردی سی کدام حالتی دکی باشی ذکر کردن رخصت است. کار کرده زبان به ذکر به یاد خدا نباشه. انمی چی است که اول چیزی که خیر دنیا و آخرت است و ذکر است. اگه ذکر چند قسم است. ذکری البته که به زبان است و ذکری به قلب است. ذکری به قلب 70 مراتبه فضیلتش از ذکر زبانی بالاتر است. اگه که بر زبان سبحان الله میگویی خودت میشنوی یا که اشکار میکنی او یکی بدیلت اگر که همون را تکرار کرده میگیری این ذکر قلب از ذکر زبانی 70 مراتبه ثوابش زیادتر است. برای چی؟ در او ریا دیده نمیشه.
مثلا همین پسر خان مگه ذکر کردیسه باشی هیچ کس نمیفهمه که ذکر کردیسه یا که هش در کجا هسته ثوابی زیادتر است. خب دویم چیزی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیر دنیا و آخرت برای امتاش برای ما و شما بیان کرد، گفت و قلب شاکر، دل شکر کننده داشته باشد. یعنی زبان به ذکر الله عادت بیابد و دل چی و شکر الله. خداوند در اکثر آیه ها شاکرها را وصف کردگی است و شکر نعمت پروردگار وعده الله هست که لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نعمت های ما را شما شکر کنین، سپاس گزاری کنین، اگر نعمت ما بر شما زیاد میکنم. اگر شکر نعمت خدا فقط همین است خدای شکر به زبان گفتن بگیری و تمام ولی نه. شکر نعمت های الله چی است؟ به عمل و جا آوردن است. تن صحت داد است، قدم زده مسجد برای نماز و جماعت کنید. چشمای بینا داد است و این چشمای بینا سخن خداوند قرآن رو ببینی و تلاوت کنی. گوش های شنوا داد است به این گوش های شنوا امر معروف و نهی از منکر و تلاوت قرآن گوش براندازی، غیبت و سخن بیهوده را گوش نه اندازی. همین چی است؟ همین نعمت ها را به عمل به جا آوردن نشانه شکرگزاری است. دیوم نعمتی که خیر دنیا و آخرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد، این گفت دل شکرگزار. یعنی دل کسی که دلی داشته باشد که شکر نعمت های خدا را به جا بیاره. یک نفر بیان کرد که فقیری گفت که هیچی ندارم، کم بغل هستم، خداوند به من مثلا کم بیزاعتم کرده است دیگر. نفری از دوستای خدا گفت مایلش گفت تو چند چیزی داری که از من با پول قطعی نرخ میکنم و همی رو بیا با من بفروش. گفت مایلش خیلی چی هست که؟ گفت همین چشمای بینوته بیا با من $100,000 بفروش. گفت نه این یک دسته گفت $10,000 بفروش، هر دشه $20,000. گفت نه. هر دی پوتا گفت $50,000 بیا با من بفروش. گفت نه. گفت علاکه حساب که چند قدر پول داری تو. حساب کرد تا علاکه میلیونر هستی. همین چشم بینا و دست گیره و پای را و زبان گویا خودش نعمتی بی‌بها است. نعمتی است که ایره نه به دلار نه به طلا و نه به تنگه خریده می شود. پس انسانی که شکر خدا به جا میارد و قناعت میکند، آدم قناعت میکردگی را الله ذوالجلال دوست میدارد و بنده شکرگزار خداوند دوست میدارد. هر کسی که شکرگزار باشد. یعنی دیون نعمتی که خیر دنیا و آخرت است کسی است که قلب شاکر، دل شکر کننده دارد. اگر این دل شکر نکنه و قناعت خدا نصیب آدم نکنه، اکثرا طبیعت آدمی همین است که هر قدر دارویی داشته باشه با میخواه زیاد شود. اگر همی $1,000,000 داشته باشه در طلبی همین است که 2 میلیونش کنه. اگر 10 میلیون داشته باشه در طلبی است که 20 میلیونش کنه. اگر 100 میلیون باشه حرکت میکنه 200 میلیونش کنه. طبیعت آدمی همین است. طبیعت آدم همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش سخن پیامبر البته که از همه درسترین است، میگه چی است؟ شکم فرزند آدم و بچه آدم هیچی سیر نمیکنه. هر چی قدر باشه گفتی مصفیدا میگفتن حسن دنیا دلبرای، هر چی باشد گوزگویی کمترای. همین خیلی رفتن میگیره و اونی که دل شکر کننده داره، قلب شاکر داره و قناعت داره، البته چی است که ولی خدا هست که از دنیا چیزی را پرواش نداره. گفتی حضرت شو مشرب که به لقب دیوانه مشرب مشهور است، میگو که عالم دنیای دون رو پشت یک ناخون زدم. همین دنیا رو به همه نعمتش خیلی هم یک شاق پیشتره که به همین انگوشت یک تا میزنی میپره، همین دنیا رو به نعمتش من هم چه کردگی میگه. او چی است که قناعت داشت به خاطری که ولی خدا بود. خب این چیز دویم چیزی که گفت خیر دنیا و خیر آخرت است که هم زبان ذکر گوینده و هم دل شکر کننده خیر دنیا و آخرت است. سوم چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد که خیر دنیا و آخرت است و بدن علی بلاء صابر، بدنی که بر بلاها صبر کننده باشه. بدنی که هر یک مصیبت بلا آمد صبر داشته باشه.
حضرت ایوب صابر به چی صفت به چی مثلا که فضیلت به چی و سبب صبر یکی از صفت پروردگار هم چی است الله ذوالجلال بسیار 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 چی صبور است و صبر کننده ها را دوست می‌دارد ان الله مع الصابرین خداوند آدمای صبر کننده را یار و مددگار است آدمای صابر خداوند بسیار دوست می‌دارد پیامبر صلی الله علیه و سلام تا او اندازه صبر تحمل داشت که بعضی از امت‌ها شما در وجود یگان تا ما و شما نداریم باره میگه در یک حدیث میگه که عربی اومده در درون مسجد باول کرد اکنون مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلام مسجد نبوی الحالی مسجدی که ما میبینیم در زمان پیامبر صحابه خیلی نبود بلندی دیوارش میگن تا هندق واری بود که 1 متر هم بلند نبود حتی در نماز بامداد صحابه میگن یمو وقتی که رمه را میبردن یگون گوسفند یا که یگون وزی میدک پریده در درون صفا میدرومد میگن بالا قم در نماز میخوندن یک عربی بودیانشینی بی معرفت بی مدنیت اومده در مسجد بدر کدیزور شو باول کرد صحابه خواستن که یگون ادبش بتن یگون ایزا و علامش بتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کردور نشیم مونین باولش تمام کنن باولش تمام کرد که در همون درون میش بود که تمام کرد بعدم پیامبر گفت بیارینش بعد اومدن بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودش اینجا مسجد است اینجا خونه خدا است اینجا مکانی پاک است فهموندش با فهموندن و به نرمی قطعی همون شخصیت چیه فهمیده برومد رفت یگون مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر سیاستش نکرد با یک سطل دو سطل دل و همون آب قطعی همونجا پاکش حالا اکن محدثون میگن که از یک فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم ببین فقیها چند مسئله استخراج میکنن استنباط میکنن یکم تیب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که عربی باول کرده بود گفت بگذارینش که تمام کنه ترتیب همی است که انسانی که می باولش همی قفا میزکش همی قفا و میسته و این طرف و طرف زورش میسته در همین بسیار ضررهای کلان داره که حتی میگه 70 نمودی درد در همون آدم پیدا میشود وقتی که باول به قفا وقتی قفل ایستاد فایز اکثری پیشاب انسان همه شور نمک است همون نمک ایستاد تکشین میشود و چقدر ضررها پیدا میشود وقتی که انسان باول گرفت همون زمان باید خالی کنه طهارت نوقت نماز بخونه با طهارت مثلا تنگی که نماز بخونه به منزله هست که او انسان در بلو یا خوک سوار است نماز خوندی سعی و همین درجه بسیار چیز قبیح هست پست است میگه که لا صلات به حضرت طعام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالتی که سخت گرسنه است طعام حاضره یک کمی بخور که همین نفست کم ترک آرام شد بعد نماز بخون لا صلات به حضرت طعام ولا یدافع الاخبثون تا باول غایت از خود دور نکنی نماز نیا اول خط خالی که سبو که طهارت تازه ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم اول چیزی که او از حکمت‌های حدیث رسول الله تیب او را گفت که مورد باولش تمام کنه دیگم او را فهموندن قطعی سیم که با او پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان چی است که دغلی نکرد همون شخصیت خرسان برومد رفت این چی است که صبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که البته که ما متوش باید که از اون چی است ایره و خدمات چکار کنیم که شعار داشته باشیم یعنی سیم نعمتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت خیر دنیا و آخرت است بدن علی بلاء صابر بدنی که بر بلاها صبر داشته باشه به سری بنده مصیبت میآید رنج میآید درد میآید هیچ کدام اینها به حکمت نیستند و هر چیزی که الله تعالی میکنه خوب میکنه هر چیزی که به سر میآید اگر از خدا ببینیم بنده چی از غم اندوه نداره دیگه میگه خدایا هر چی از به سرم خودت آوردش قدرت داری که او را بگیره مصیبت نیست کنی هر چی الله میکنه خوب میکنه گاه میشود که انسان یک چیز دوست میداره و طلب میکنه از الله تعالی همون چیز لیکن عاقبتی رو نمیدونه گاه یک چیز سخت نفرتش میآید لیکن فایده داره الله تعالی در قرآن خودش بیان میکنه از سعید الله عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم گاه شما بد میبینین یک کار نمیفراتون نفراتون میآید نیک عاقبتش خیره برای شما
و عسا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. گاه یک چیز شما دوست می‌دارین لیکن شر است برای شما. دوست می‌داری یا ماشین بهتری داشته باشی لیکن اون طرفش نمیدونی که ممکن با او زنی دم هلاک شه. دوست می‌داری یک جا سفر کنی لیکن عاقبتش نمیدونی ممکنه ایسو مرده را بیاره. دوست می‌داری که فلان زن بگیری عاقبتش نمیدونی که او به تو وفاگی میکنه یا نمیکنه. بعد چی میگه؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. فقط الله تعالی داناست، شما نادانی. خداوند جل جلاله بیان میکنه. سوم نعمت خیر دنیا و آخرت، بدنی که بر بلا صبر داشته باشه. و چهارم و امرأت لا تبغیه فی نفسها و مالها. چهارم چی دیره که خیر دنیا و آخرت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت برای مردی که خداوند زن نصیب کند که نه در مال او و نه در نفسش چکار کنه؟ خیانت کنه. زنی که در مال خیانت نداشته باشه، به اجازه شوهرش یگان کس چیزی نته، صاحب مال صاحب خانه وقت شوهر است، همه و راهبری و با اجازه او باشه و خیانت در نفسش نداشته باشد، مطیع باشد، فرمانبردار باشد، مسلمان باشد، انشاءالله که خیر دنیا و آخرت. همین چهار چیز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما گفت خیر دنیا و آخرت است. زبان ذکر گوینده، دل شکر کننده، بدنی بر بلاها صبر کننده و زنی که در نفس در مال شوهرش چیز خیانت نداشته باشد. الله ذوالجلال همه ما و شما رو از همین چهار نعمت نصیب روزی بگرداند و توفیق هدایت و محبت ایمان و اسلام و قرآن در دلهایمان جایگزین بگرداند و ای خاندان برادر اکای محب الله را پرفیض با برکات بگرداند و ای طفلک خداوند در آینده حافظ قرآن عالم ربانی بگرداند. الله خیز عمر خدا خیر و بسیار صحبت می‌کردن. خدای مهربان از این صفاتایی که برای ما گفته شد نصیب گردانه که در زندگی از این چهار صفت داشته باشیم تا که سعادت دنیا و آخرت الله به همگی ما نصیب گردانه. بار دیگر از نام خیر و محب الله و خیر و کرامت الله همه شما را خیر مقدم میگویم. در مجلس ما و شما خیر عالما هستند. یکی از علمای مشهور استاد بزرگوار حقی حاجی میرزا را حضور دارند. بسیار التماس کردن که صحبت نکنیم، اما گفتم و این خواهشات هم قبول نیست، حتما صحبت میکنین هر چه قدری باشه، بعد خدا خواهد دعا را میکنین. از این بار دیگر خوش آمده بگیم برای همه بزرگوارا و نوبت صحبت و که حاجی میرزا. الحمد لله الذي